سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم خوب و خوش باشین هر جایی که هستین. جای شما خالی در یک جای بسیار دیدنی و زیبا و مقبول هستم. میگه این جای به نام هپوتالی میگه و یکی از جاهای دیدنی سریلانکا است که مردم لوکل در اوقات فراغت یا در اوقات رخصتی ها اینا میایم به خاطر یک دو سه روز که در یک جای آرام و زیبا وقت بگذرانند. دیگه ما هم امروز آمدیم امروز دوستا که از هپوتالی دیدن کنیم. دیگه امیدوار هستم که ویدیوی ما را تا آخر ببینیده باشین و کسایی که سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب چینل ما را سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما را ببینین. یک جهان سپاس بابت همکاریتان. دیگه ببینیده باشین دوستای عزیز، ویدیوهای خیلی زیبا براتون جور خواهد کردم. میبینین سرای کوه هم ابر است. اینجا با هوایش خیلی متفاوت است. 5 دقیقه باران، 5 دقیقه هفته و در کل آب هوای خیلی خوب داره. هوا کم کم سرد شد. دوستای ما قرار است که نگاه جور کنن برای چاشت میخوایم آمادگی بگیرن. پلاستیکی برم برادرها شما فرش میکنین؟ دیگه بخیر آمادگی میگیریم برای چاشت؟ برای چهارش بخیر. معلوم نشد شوروا شد یا برنج یا قرمه؟ شوروا. اوکی. شوروا این هم دگدان ماست. شوربکای ما. نه انجینر صاحب خیلی خوش آمدی با ولاگ امروزی ما. دیگه قصد داری بخیر یک شوروای ازبکی پخته کنی ها؟ او بشکرم. آقای ازمی دیگه بخور کل خبر کنی شد نفس محمد نمانده یک چاقو داشتیم. نظام چاقو رو بیار. عجیب موتر دروازه موتر. آین آوردی. اینه. دیدی؟ بعد این با پیاز میاد ریزه کنیم. گاز ریزه کنم. تا اینجا بیا این طرف موتر است.
بیل بیا اینو بیل هم خورش بیا بسیاری نکنه بچه نه بار باید چی؟ اومد پایین بگیر اومد طرف در بگیره دوستای عزیز دک آماده است. تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر دیدین و امیدوار هستم که از مناظر طبیعی لذت برده باشین. اگر چینل یوتیوب ما را هنوز سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید، حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی الله یار و حافظتان.